دوستای خوبم سلام، امیدوارم که پایدار و پیروز باشین. من امیرحسین کهندل هستم و اینجا هم استودیو معماری کهن دیزاینه. تو این جلسه قراره با هم یاد بگیریم که چجوری بچه‌ها ما یک آشپزخونه رو با هم طراحی کنیم، تو محیط اسکچاپ مدل سازی کنیم و بعد در محیط مکس با موتور رندر کرونا رندر بگیریم. پس با من همراه باشیم. خب بچه‌ها بدون معطلی میریم سر وقت پلان. کارفرمای محترم این پلان رو برای ما ارسال کردن. یک پلان روتینه، یعنی ملکی با بر 10 متر، پروژه در محله نوزوکاریه و یک آشپزخونه به صورت کورنر داره. یک سمت آشپزخونه بالکن ما داریم. خب کاری که باید بکنیم بچه‌ها، اول از همه این که اسکچاپ رو باز میکنیم. که منتظر میشیم. رو حالت متر من چون کار میکنم رو حالت متر باز میکنم. خب برای وارد کردن فایل کد به اسکچاپ همتون بلدین دیگه. ایمپورت فایل کدم رو انتخاب میکنم. ایمپورت کار خاصی نداره. سلکت میکنم، نزدیک مبدأ مختصات میارم فایلمو. خب پلان وارد شد در محیط اسکچاپ. حالا اولین کاری که قراره انجام بدیم بچه‌ها اینه که ما دیوارهای پروژه رو ترسیم کنیم. دیوارهای پروژه رو به طریق‌های مختلفی میتونیم رسم بکنیم بچه‌ها، ولی هر کسی به نوعی رسم میکنه با پلاگین‌های مختلف مثل دیباگ 1001، ولی من توی این ویدیو سعی میکنم که به صورت دستی این کار رو انجام بدم و زیاد از پلاگین‌های مختلف استفاده نکنم. یک صفحه میکشم اول. خب میارم روی پلانم. بچه ها گفتم من میخوام به صورت دستی شروع بکنم. از گوشه پنجره لاین رو انتخاب میکنم با دستور L. لاین رو انتخاب میکنم و شروع میکنم. این مرحله بچه ها ممکنه یکم حوصله سربر باشه. باید کمی زمان گذاشت. به همین صورت کار خاصی نداره. من فقط تون تون انجام بدم اینا رو. خب دارم لاین میکشم دیوارامو پیدا کنم. من سر خط رو گم کردم. کاری که باید بکنم اینه که یک دبل کلیک روی تمام خطوطم انجام میدم. کنترل جی رو میزنم، کنترل اچ رو میزنم. الان بهتون یاد میدم چجوری بچه‌ها من کنترل جی و کنترل اچ رو میزنم چه اتفاقی میفته. من شورتکاتش رو تعیین کردم، بهتون الان یاد میدم که شما هم کیوردش رو برای خودتون ثبت بکنید که سرعت کارتون خیلی بره بالاتر. خب دیوارا رو پیدا میکنم، چند بار اینجوری هاید آن هاید میکنم تا پیدا بشه. اینو پاک میکنم. من لاین رو برمیدارم به این صورت. دوباره ادامه دیوارا رو میرم. میگم بچه ها شما میتونید از پلاگین های مختلفی استفاده بکنید برای این کار. خیلی در زمانتون صرفه جویی میشه. خب این دیوار اینجا رد شدش، فقط این دیوار مونده. زمان انجام پروژه بچه ها خیلی مهمه. یعنی
نظر من تو این بازار مهمتر از کیفیت کار سرعت کاره. چون اگه شما قرار باشه برای رسم یک آشپزخونه بیشتر از یک روز درگیر باشین، اون پروژه برای شما میتونه ضررده باشه. پروژه آشپزخونه باید تو یک روز تموم بشه. خب من دیوارا رو رسم کردم. داخل گروپ بچه‌ها نگاه کنین، ویندو رو بزنین، پریفرنس، از سرورگ شورتکات. خب مثلا من میک گروپ رو تایپ میکنم، میک گروپ روش میزنم. اینجا شورتکاتی که باش راحت ترم، میگم شورتکات من کنترل جیه. وقتی کنترل جی میزنم اون فایلایی که من سلکت کردم برام تبدیل به گروپ میشه. و پیسین پلیس مثلا من کنترل آلت وی ثبت کردم. اینا رو شما حتما انجام بدین تا سرعت کارتون بره بالاتر. خب دیوارمون بچه ها تموم شدش. پنجره اوکاوش مونده. اوکاوه این پنجره هم سی پایین. سی هم از بالا. نگاه بچه ها، من کنترل رو زدم، این چه اتفاق افتاد؟ تو خالی شدش. کنترل رو زدم پر شد. تمام. اوکاوه این پنجره رست شد. حالا اوکاوه تراس، اوکاوه تراس هم که 120 به این صورت خیلی سریع تموم شد. فایلمو سیو میکنم تا خدای نکرده نپره. خب بچه ها میریم سر طراحی کابینت آشپزخونه‌مون. خب من یک فضای 292 این سمت دارم، 370 هم این سمت کارم دارم. خب بیاین یه کار کنیم. من بچه هنوز طراحی این کار رو انجام ندادم، میگم قرار طراحیش هم با هم پیش ببریم. پس اگر تو مسیر یک جاهایی ثبت کردم، فکر کردم، به بزرگی خودتون ببخشید. من اینجا رو بچه ها میخوام یک یونیت سر تا سر، یعنی تا سقف، یونیت قدی در نظر بگیرم. ارتفاع چقدر؟ ارتفاع همون 3 متر. خب من کناف آشپزخونه همیشه به خاطر تأسیسات طبقه بالا یکم پایین‌تر از حال و پذیرایی اجرا میشه دیگه. اینو بچه‌ها در نظر داشته باشید. سقف آشپزخونه اون بالای سقفش تأسیسات طبقه بالا، کفشور آشپزخونه طبقه بالا، واسه همین کناف یکم به ناچار میشینه پایین. من میگم برام 30 سانتی متر پایین تر بشه که ارتفاع بشه 270. خب تو این قسمت اول میخوام ماکروویو رو بذارم. ماکروویو 62. یخچال سایده هم میخوام بذارم 105. میگم هر چی که موند رو برام تقسیم بر 2 کن. نگاه من چی کار میکنم؟ این خط رو ام میزنم، کنترل میکشونم میارم اینجا، دش 2 خودش برام تقسیم بر 2 میکنه. ببینم چقدر فضا بهم داد. هر کدوم از این فضاها 63 سانت دارم، یعنی من میتونم ماشین لباسشویی رو داخل این کمد بذارم، ماشین ظرفشویی رو داخل این کمد بذارم. و ضخامت عمق این یونیت ها 60 کم بچه‌ها. من اینو 70 میکنم تا برای 10 سانت دبل کلیک میکنم بیاد جلو. من اینو 70 کردم تا اگر بخوام ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی رو اینجا بذارم این دوتا در بسته بشه. چون اینا رو توجه بکنید. خب این از این خوبه.
حالا یک رکتنگل میکشم اینجا، پی رو میزنم پوش بول، میگم ارتفاعشو بیار برام تا 90. کابینت بچه‌ها صفحه روی کابینت تموم شدهش باید 90 باشه. این 90 شامل چیه؟ شامل یک قرنیز پایینه، یونیت های زمینی و یک دونه صفحه روی کانترم. خب دوباره دبل کلیک میکنم. بچه ها نگاه کنید، من اینو گروپ نکردم با این یکی شد. کنترل زد میزنم، پس کنترل زد میزنم، اینو کنترل جی گروپ. دوباره خب بچه ها من یونیت های قدیم رو ساختم، میخوام الان برم سر وقت یونیت زمینی این قسمت. برای درست کردنش یک رکتنگل رو انتخاب میکنم، مربع رو میکشم در فضای خودم، پوش بول ارتفاع 90، دبل کلیک میکنم، کنترل جی تا قسمت گروه بشه. میگم تو یک کپی بیا بالا بچسبون به این، از اینجا برام 60 سانتی متر بیا بالاتر. خب حالا داخل این گروه میشم، کنترل اچ رو میزنم، میگم که تو هم تراز با این قسمت باشو و بچه ها میخوام عمق یونیت های هوایی من تموم شدهش بشه چقدر؟ بشه 40 سانتی متر. خود یونیت پس باید اندازه یک ضخامت MDF عقب‌تر بشین دیگه، اندازه دراش. دوباره یک 40 سانتی متر اول اندازه گیری کردم، بعدش یک و 6 دوباره بردم عقب‌تر. یونیتو تا اونجا میگم برام بیا جلو. گایدلاین ها رو پاک میکنم. خب میام سر یونیت زمینی، میگم من 10 سانتی متر ضخامت 5 سانتی متر ضخامت صفحه کابینتمه، میگم از بالا 5 سانتی متر برای من برو پایین‌تر. کنترل اچ رو میزنم، میگم از پایینم واسم 10 سانتی متر برو بالاتر، چون ارتفاع قرنیز پایین و پایه یونیت زمینی من 10 سانتی متره و عمق خود یونیت بچه‌ها، عمق خود یونیت 60 سانتی متره، یعنی عمق صفحه کابینت کلا 60 سانتی متره. خود یونیت رو ما چقدر در نظر میگیریم؟ ما 57 در نظر میگیریم. پس 3 سانتی متر برو عقب‌تر که الان تموم شده کار من باید بشه 57. درسته، 1 و 6 که ضخامت درای من هست میاد جلو و مابقیش هم میشه به صورت آبچکون از زیر صفحه کابینت من عقب‌تر باید بشینه تا وقتی که آبی چیزی بریزه روی یونیت مستقیم نیاد روی در کابینت. یک رکتنگل رسم میکنم و ضخامت 5 سانتی متر بهش میدم و میگم تو 3 سانتی متر بیا جلوتر. دبل کلیک و کنترل جی، قرنیز. دوباره یک رکتنگل رسم میکنم، رکتنگل دوباره رسم میکنم در جهت X، ضخامت 1 و 6، دبل کلیک، کنترل جی، میگم شما 2 سانتی متر بشین عقب‌تر، به همین راحتی. پس الان کلیت کار من در اومد. حالا باید برم سر وقت تقسیم بندی کار. ببین بچه‌ها، من یک فضایی دارم معادل 3 و 75. خب 3 و 75 یک گاز ازش کم میکنم 90، یک سینک ازش کم میکنم 80 سانت، میشه چقدر؟ میشه 2.5. حالا این 2.5 رو من اگه تقسیم بر 4 بکنم میشه 57. بذار یه بار دیگه من محاسبه بکنم. 357 دارم، 357 دارم
اینم 70 درسته. 357 357 یک 90 سانت ازش کم کردم، یک 80 سانت ازش کم کردم، یک و 87 تقسیم بر 4 بکنم میشه 46 75. خب یک یونیت 46 75. یک گاز 90 سانت. یک یونیت 46 75 چی شد؟ 46 75 دوباره 46 75. یک سینک دارم 80 سانت و اینم باید 46 و 75 بشه. 46 75 بشه. خوبه. انقدر خطا طبیعیه بچه. خب حالا گاز من به این صورت در اومده، میتونم 3 تا کش رو زیرش در بیارم. از این خط پایین رو کپی میکنم میارم اینجا، دش 3 رو میزنم تا برای من کشوها به صورت افقی اعمال بشه. این قسمت هم تقسیم بر 2 میکنم، قسمت سینکمو ببینم کار من چطور شدش. خوبه، یک تقسیم بندی معقولی داره. خب بچه ها، و اما یونیت های هواییمون به همون صورت تقسیم بندی رو دقیقا مشابه با تقسیم بندی یونیت های زمینی انجام میدیم. بچه ها سعی کنین که تمام خطوط با هم کار بکنن، تقسیم بندی های یونیت های زمینی و هوایی شبیه هم بشه. حالا من بالای سینک رو بذارم پاک بکنم. میگم شما و شما، یعنی بالای گاز و بالای سینک، کپی بیا بالا برای من تقسیم بر 3 کن ببینم چی جوریه. خوبه خوبه خوبه. تمام دیگه، به این سمت فعلا کار ندارم. میرم سر این قسمت. میگم بچه ها میخوام اینجا یک فر در بیارم، چیزی که تو ذهنمه. اینجا لباس، اینجا یخچال رو در بیارم و جای لباسشویی ظرفشویی که داخل این کمدای به صورت مخفی. شما یه کپی بیا برای من 90 سانت، یه کپی دیگه بیا 60 سانت. اف میزنم، یک آفست به ضخامت MDF 1.6. سلکت، خطای عمودی رو میگیرم و کنترل رو میزنم تا دوتا در 2 جهت برای من اعمال بشه. من فقط ضخامت راست و چپش رو میخوام. پوش پول میکنم، میگم برو آخر هست شد. تمام. حالا تمام. میرم سر یه یخچال. برای یخچال من میگم ارتفاع 1.87 به من بده. ارتفاع 1.87 رو من بهش میگم 5 سانتی مترم بیشتر بده. خب حالا اف رو میزنم، میگم 5 سانتی متر شما من یک نواری بده که میخوام دور تا دور یخچالم بچرخه. اس شما بیا پایین، پوش پول برو اونجا. اون نوار من 10 سانتی متر جلوتر بشه. حالا ببینم کارو. خب بچه نگاه کنید، این خط افق بالای یخچال من با خطوط افقی قسمت دیوار انتها کار نمیکنه. بذار من یه کار بکنم، سلکت بکنم اینا رو، بگم شما بیا واسه من تا مثلا این خط. خب چقدر شد؟ دوباره انجام بدم. بخوای بیایی تا اینجا 38 سانت میای بالاتر. خب اشکال نداره،
38 سانت برو بالاتر، ولی تو کنترل میزنه بچه نگاه، بدون برش میاره پایین، کنترل میزنم با برش بیاره پایین، شما دوباره 38 سانت بیا پایین تر. حالا این خطمون پس بر اساس این خط شد الان، اینم کنترل برمیگردونم ببینیم بر اساس این شده یا نه. 3 سانتی متر جا داره، خب بیا اشکال نداره، من 3 سانتی متر بهت میدم اگه فضا دارم. شما برو اندازه یک ضخامت لطف کن عقب‌تر بشین دوست من، 1.6 برو عقب‌تر. شما بیا این وسط، خیلی دوست داشتنی بچه، کار داره قشنگ میشه، من خوشم آمد، خوب شدش یعنی واقعا کار قشنگی شدش. حالا این تو دوستمونم بیایم یکم ارتفاعشو کمتر کنیم تا بیشتر کاربردی بشه. آره قشنگ شد. حالا و اما این قسمت بچه ببین، این قسمت پرتی کارمونه، ما باید قسمت های پرتی رو تا میتونیم ازش استفاده بکنیم. میخوام چیکار بکنم راستش نمیدونم، فقط دارم امتحان میکنم. میتونم یک دونه دکوراتیو اینجا در نظر بگیرم. خب بگم شما یک کنترل سی به من بده، کنترل آلت وی، یک ضخامت ورق MDF دوباره، کنترل جی گروپ شد واسه من، از اینجا کپی میگیرم تا بالا، تقسیم بر 5، تقسیم بر 5 خوبه، تقسیم بر 4 تقسیم بر 4 زیاده، تقسیم بر 6 نه، همون 5 رو من میبینم براش. و اما برای این قسمت با شما چی کار میتونم بکنم؟ شما هم بیا همون جوری، یا من برای این قسمتش رو دوست دارم یک کافی بار باشه، دستگاه قهوه خونگی مثلا داخلش بذارن، چرا که نه. شما یک دستگاه قهوه اینجا بذار، بگم کاربردی تر شد بچه ها، فضا خوب شد. خب بچه ها من واسه این پروژه در نظر دارم که دستگیر مخفی کار کنم. دستگیر مخفی جلوه خیلی خوبی میده پروژه، به شما توصیه میکنم حتما انجام بدید. حالا کاری که باید بکنم اینه که درا رو درست بکنم. پس از همه اینا کپی میگیرم، کپی کپی کپی، تو رو نمیخوامت، کنترل سی بیا بیرون، کنترل آلت وی، کنترل جی پشت بندش، شما کپی 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 کپی، سلکت، کنترل سی، کنترل آلت وی، حالا سلکت 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 سلکت، کنترل سی، کنترل آ حالا داره اذیتمون میکنه، من مجبورم هاید کنم تا پیداشون کنم. خب اینم از این بچه. حالا اصطلاحاً ما توی کار کابینت کاری اصطلاحی داریم به نام بادخور در، یعنی در رو که بخوان بسته بشن باید یک فضای چند میلی بینشون بادخور داشته باشیم تا وقتی که یک در بسته میشه اون در دیگه باز نشه، اصطلاحاً باد جمع میشه داخل یونیت. حالا من یک بادخور به ضخامت 3 میل و 75 صدم، معذرت میخوام، 3 میل و 75 صدم اعمال میکنم به همه کار، دونه دونه اعمال میکنم. بچه ها میگم شما از
پلاگین هم میتونید برای این کار استفاده بکنید، یعنی تمام سطوح رو سلکت بکنید تنها با یک دکمه. خب ببینم چی شد. خوبه. خوبه. حالا من کاری که باید بکنم اینه که این فضاهای بادخوره رو پاک کنم. اگه بخوام دستی اینا رو دونه دونه سلکت کنم دیلیت کنم خیلی زمان بره. کاری که میکنم بچه‌ها نگاه کنین، همه اینا رو سلکت میکنم در رو تون تون. کنترل X میزنم. کنترل X چیه؟ کنترل X شورتکات کات کردنه. من کات میکنم، کنترل آ میزنم، دیلیت میکنم، دوباره کنترل آلت وی میزنم. حالا تمام اینا رو فقط کافیه که ما الان بهشون حجم بدیم. قبل از اینکه حجم بدیم بیاین دستگیر مخفی ها رو براش اعمال بکنیم بچه‌ها. خب یونیت های قسمت بالا دستگیر مخفی ها من 3 سانت و نیم میگم برام بشین پایین تر. 3 سانت و نیم شما و شما. به همین صورت 3 سانت و نیم بیام پایین تر. این قسمت و این قسمت 3 سانت و نیم. دیگه کجا داریم بچه ها؟ اینجا هم دستگیره داریم. خب 8 سانتی متر پایین. این دوتا، این خط ارتفاع این قسمت با این قسمت میخوام توی یک راستا باشه. 8 سانتی متر میاد پایین تر. من آن هایت بکنم. خب حالا پس ما باید کل یونیت مایکروویومون رو به همون صورت بریم پایین تر بنشون. حالا 3 سانت نیم میگم برو بالاتر. شما چقدر موندی؟ 6 سانتی متر. شما هم 3 سانت و نیم باش. باش یا نباش؟ نه نیازی نیست. این در بالا بچه نیازی نیست. در بالا نیازی به ریل مخفی نداره، دستگیر مخفی نداره. هاید میکنم. خب حالا من قسمت رو سلکت بکنم. هاید 6 سانتی متر بیا. میخوام این الان 6 سانتی متر پایین تر بنشونمش تا بیاد بروی مایکروویو. حالا کاری که باید بکنم یه کنترل آ میزنم بچه‌ها از پلاگین فردو پوش. یه ضخامت MDF بهش میدم به همه. خب حالا آن هاید لاست. خب کار چطور شد؟ کار خوب شد بچه‌ها. خیلی از روند طراحی تا اینجا راضی ام. امیدوارم که شما تا الان خوشتون اومده باشه. خب
میشه گفت تقریبا کار ما تموم شدش. مدل سازی کابینت ما تموم شده، کار خاص دیگه ای نداریم. یکم خورده کاری داره دیگه، اینا هم نیاز به آموزش خاصی نیست. مثلا یه پنجره بچه اینجا بکشم شما نگاه بکنیم. خب اوکاوه پنجره 1.10. ما اگه پنجره قدی، پنجره سرتاسری داشته باشیم و نخوایم کلش رو لمینت کنیم، باید حداقل تا زیر اوکاوه‌مون اینها لمینت باشه. معمولا کارفرما برای مناسب شدن هزینه میان یه قید توی ارتفاع 1.10 میذارن و پایینش رو لمینت میکنن و شیشه‌های بالا رو به صورت ساده کار میکنن. ما همین کار میکنیم. ما هم فقط رضایت کارفرما بچه برامون مهمه. خب آفست 6 سانت، کنترل ایکس، فریمو من یه ضخامت مثلا 5 سانتی متری بهش میدم. این قسمت یه کپی میگیرم، میگم بیا بالا، برام 5 سانتی متر بشین اینجا. خوبه. کل کار رو یک گروه میسازم ازش، میرم داخل، کنترل سی، کنترل آلت وی، میگم شما یک زحمت بکش 4 سانتی متر شو، شما 4 سانتی متر جفتتون. من یک گروه درست میکنم، کپی میگیرم، میارم تا این سر پنجره، تقسیم بر 4، نه تقسیم بر 5، خوبه. تقسیم بر 5 قشنگ. این دوتا رو پاک میکنم، این دوتا دیگه باز شده بچه‌ها دیگه. حالا شما میتونید بیشتر بهش جزئیات بدین، یعنی این دوتا، یکی این باز شده، یکی این پنجره باز شده، اینا رو دوباره میتونید یک فریم دیگه براش بذارین تا به واقعیت نزدیک‌تر بشه. من این کار نمی‌کنم دیگه، چون پشت پرده میره، من فقط هم قیداشو لازم دارم بچه‌ها. شما ولی هر طور که خودتون صلاح میدونین انجام بدین. خب متریالش رو همین الان میدم، گلس رو انتخاب میکنم و همه شو توی یک گروه قرار میدم تا فایل من مرتب باشه بچه. نباید شلخته کار کرد، باید مرتب کار. خب کار ما تموم شد. اینجا هم میتونیم برای خودمون یک پنجره رو به تراس در بیاریم، در بالکنی، پنجره بالکنی، و به همین صورت یک کانتر اینجا هم هر جور که تمایل داشته باشیم میتونیم طراحی بکنیم که من دیگه تصمیمشون ندارم تو این جلسه انجام بدم. همینجا جلسه رو تموم میکنم، شما رو به خدا میسپارم. توی جلسه بعدی قراره این فایل رو ببریم تو محیط 3ds Max و با موتور رندر کرونا یک کرونای حرفه‌ای بگیریم ازش بچه‌ها. مواظب خودتون باشین. یا